خونیاگر محمد یوسف دورانزاد. خودم را می برم از یاد و یادی می کنم از او، به شب‌های میان نغمه‌های چنگ خاموشی، و وقتی یاد او از آسمان‌ها می شود همجور، نوایش با زبان نغمه‌های چنگ خاموشی. مثال آب‌هایی که چکند از ریشه ها بر خاک، صدایش می چکد از ریشه موح بر درون من. نماید تازه این قندی صدا خونی وجودم را، درونم سبز می گردد به مانندی برون من. اگر او صاف ظاهر بوده با ظاهر پرستانی، برای من ز بعدی باربد او باربد بوده. همه خونیاگران بادی اندر پیش او هیجند، برایم تا ابدهای ابد او باربد بوده. کشید او با کشیشی نغمه اش با دلکشالی ها، و شرقش غرب زاده را که رسمی ما نمی دانست، و دنیا شرق را چون ترجمانی کرد، زی بس که او زبان جمله دلها را همی دانست. اگر از چار سو خلقی به سویش روی گردانید، به کابل چند بیروی زی رویش روی گردانید. نمی گردد زبانم تا بگویم رفته او از دست، زی بی فنهای دورش گرچه در پیچی کفن خواب است. نه بر آزمون صنعتش او بر فلک رفته، کنون با زهره خونیاگر و مشق هنر دارد. کنم من جان خود را بی تعصب هدیه آنی، که او از بازگشتی احمدی ظاهر خبر آرد.